سیتای برنامه ویگاس هم یاسیره که باز کنیم منتظر میباشیم که باز شود. خب منتظر میباشیم. یاس زدی باز شد. بعد از منتظر میباشین اینستال بزنین. باز منتظر باشین. صبر کنید هم تا برنامه باز شود. وقدر زور نیست از برنامه ایداب که سبکتر است دیگه. برنامه ایداب خیلی زور است. بعد او که بزنین منتظر باشین. نیست بزنین او بالا را تک مار کنین. اوکی بکنین دیگه اوکی بکنین. اگه خانه را پر نکنین چه برنامه در صفحه نمیاد. وقتی پر کردین برنامه در صفحه نصب میشه. در صفحه نصب میشه اما در پشت میره. ایرا پر کردین برنامه در صفحه میاد اینجا ظاهر میشه. منتظر میشیم باز بکنم. دیگه انا برنامه آمد. برنامه آمده. انشالله صبر بکنین ولی اینجا خلاص شد برنامه. منتظر میباشین اینجا فهمیدین. ریفرش بکنیم. آنا فعلا بزنین که برنامه خلاص نشد. حالا میرین دنبال مثلا اگه برنامه ایجا نگو خانه پر نکردین برنامه دیگه ذخیره نمیده پوشه می اینا از این پوشه پس می آورده میتونین پوشی سونی میایین میبینین اینا برنامه است. اینجا کلیک راست میکنین اینجا در صفحه اگه بزنی در صفحه میاد. خب از اینجا میبریم میریم دسری کد برنامه. خود برنامه نشد. این کدش است فهمیدین. اوکی میکنیم دیگه اوکی میزنیم. از اینجا میریم که پوشی سونی رو پیدا کنیم. نه اینجا میریم پوشی سونی پیدا کنیم. اوکی میکنیم سونی اوکی میکنیم دیگه اوکی میزنیم تا باز شوی کدش است. باز شد. پس از این رو میزنیم دیگه اونجا میریم سونی رو انتخاب میکنیم. همین سونی خود پوشه را خب دقت ببینه این سونی ویگاس پرو 8 رو زدیم می آخر میزنیم پوشی سونی بود. این ویگاس پرو 8 میزنیم دم پوشی سونی است میزنیم دیگه اوکی میگیریم. این ذخیره شد. یعنی تا ذخیره نشه هیچ وقت برنامه رو باز نمیکنه. فهمیدی؟ اگه اون وقت ذخیره نشه از کنترل پنل برنامه رو پس دوباره پاک کنین. دوباره برنامه رو چکین نصب کنین. ان شاء الله کم کم یاد میگیرین. دیگه اینو اوکی میزنیم. اینو کد کپی بگیرین. فهمیدین؟ کپی گرفتین داخل برنامه ویگاس داخل شاین اینجا پست کنین اوکی بکنین. این پایین فالو بکنین بزنین دیگه دوباره بزنین. این اینجا دیل نشه بان دیل باشه با مالت اولش. فهمیدین؟ دیگه شیفت امرای 2 بزنین. شیفت محکم بگیرین امرای کلید 2 بزنین. این علامت تگ میاد. این علامت تگ اومد. بعد از اون جیمیل نشه بکنین 2 رو بزنین. این چرا صبر کنین یک لحظه. جیمیل هر چیزی که نشه میشه اما ما از این استفاده میکنیم. خوب است که ببینید جیمیل نقطه رو بزنین. .com اونجا یک مشکل که تصور کنین اینجا نیوا شکل اینجا جیمیل اینا کپی بگیرم میره. فهمیدین؟ یکی خلاص شده یک لحظه کلش کپی بگیرین. اینو میدیم خانه انداخته بریم. فهمیدین؟ یعنی رنج انتخاب کنین تا کل خانه انداخته بریم میره. انداخته رفتین اینو خانه پایین پر کنین نصب بکنین دیگه بزنین میره. دیگه نصب بکنین کد میاد. پس اینو پایین سر کد برین. اینا کد است. اینم کد اخیره کپی بگیرین کلش بهتره کپی بگیرین. کلید راست بزنین اینو بزنین همشون دیگه کپی بگیرین سرم بزنین برین دوباره دونس بزنین هنا باز شد. یعنی کد از اینجا غیر فعال بکنین. منتظر میشیم برنامه باز شود. فهمیدین؟ برنامه باز شود. برنامه باز شد. اینا چیکار میکنیم؟ ما از اینجا چند چیز رو گم میکنیم. میره 1 2 3 اینا رو میذاریم اینا رو گم میکنیم. اینا میمونه اینا گم میکنیم. بس تمام برنامه فقط میریم یک خانه اضافه میگیریم. میریم میبینیم که ما مستوایی که نسل اینجا آمده نیامده اول کلیش. فهمیدین؟ دیگه کلان میکنیم اینجا میریم. اگه پشت سر بری از اینجا کش بگیریم میره پشت سر. از 3 نقطه‌ای که طرف دست چه واسه نمره پس کش بگیریم میاد اینجا میاد در صفحه دیگه. اینجا بود باشه میریم با داخل چیز این یک کلید میزنیم. اینا میبینیم که همه برنامه آمده. ببینین 2 4 همه چیز آمده. فهمیدین؟
همه برنامه که بود اینجا آمده. اکثر جو کار نمیکنه، نشون بدر نمیخوره. فهمیدی چندی پروژه است که پلاگین است که بدر میخوره برادر میگه اگه اینجا نیامده باشه فهمیدین میفهمی که ببینید که برنامه اینجا نیامده باشه مثلا فهمیدین قبل از اینجا که بیاین باید برنامه که باز شد میفهمید چیکار میکنین اینجا میرین این اخیر میرین این رو میزنین دیدین که این برنامه کلش هست فعلا نه اینجا کلش پانو برس اگر اینجا نبود ما چیکار میکنیم اونجا رو میزنیم میایم پایینتر میایم این پوشه رو اوکی میکنیم بس هم نه پوشه رو اوکی کنیم اوکی میزنیم یعنی میزنیم دور بعد پله میزنیم اوکی میزنیم کل چیزا برنامه چی میشه ظاهر میشه اینجا ظاهر چه کل برنامه خلاص میشه دیگه یعنی سیتینگ اف ذخیره بکنیم بعد از وقت برنامه باز خلاص شد